میخوای با پرچم ابوالفرز بی دست پای گواده. آقا ابوالفرز و حسین اینا آقا سر یه کس جنگشون افتاده. گیتون من خدا، ریدم تو قبر پدراتون، ای شاه شدم تو شیر مادراتون. آقا یه زنی هست اسمش هرینه، داستان حسین با هرینه بخونین. ای گوادا، ای بیناموسا، ای کسکشا، یزید پسر آموی حسینه، پدرهاشون برادرن. ای کیر خر تو کس خار مادرتون، یه فامیلن. جنگشون سر غنیمت ماه، سر خاک ماه، سر زمین ماه. او یه کس، وای بی شرف مادر کسو. میتونی نمیفهمی، من میدونم که تو نمیفهمی، ولی من میخوام این عقده های دلمو به شما خالی کرده باشم. بعد یا تو لشکر حسینی یا تو لشکر یزیدی. خب بعد من بهت بگم کسکش، تو به دهن میخوره. آقا چرا رابطین تو این میکنه؟ خب کسکشی بگردنم کسکشی. تو وقتی که یه حقیقتی دیدی و بهشم ایمان آوردی، چوبم تو کونت بکنن مادر کونی، دیگه نباید بری به سمت دروغ.